سلام. صبح امروز من اینجوری شروع شد که مامانم من از خواب بلند کرد گفت میتونی ماکارونی درست کنی؟ آخه ماکارونی غذایی که من همیشه بهش کم میزنم. حالا قراره امروز با شما درست کنم، بهم بگین کجای کارا اشتباه میکنم. پیازو گذاشتم سرخ شه، اینم تمام سبزیجاتیه که داشتیم تو خونه. من اصلا کارم تو ماکارونی درست کردن خوب نیست، پس اگه جایی دارم اشتباه میرم حتما بهم بگین. اضافه کردن سویا کم ریسکی بود چون مامانم هیچ وقت این کارو نمیکنه، ولی اون خانم مهربون توی یوتیوب این کارو کرد. بعدم گذاشتم، آبجوش اومد، ماکارونی‌ها رو هم ریختم توش، بعد همه رو با هم دیگه هم زدم که کل موادمون ماکارونی داشته، هم کل ماکارونی مواد داشته باشه. رخش خوب شده. یه سالاد درست کنم. آقا تو این فاصله که من دارم سالاد درست میکنم لطفا من رو ساب کنید، لطفا برام کامنت بزنید و لطفا ویدیوی منو لایک کنید. تقریبا همیشه ماکارونیمون خمیر و بدمزه میشه، طوری که ما یه وعده به زور میخوریم و وقتی اضافه میمونه مجبوریم بندازیم بره. ولی انگار امروز چون واسه شما داشتم درست میکردم ویدیو میذاشتم خوب شد.